هرگزها. این هرگزها را به خاطر بسپارید و به هر کدام نیاز دارید توجه کنید. هرگز در موقعیتی که خود در آن نبوده اید کسی را قضاوت نکنید. هرگز تحت تأثیر و کنترل 3 چیز قرار نگیرید: گذشته، پول و مردم. هرگز 3 چیزت را فدای هیچ چیز نکن: احساسات را، صداقتت را و خانواده‌ات را. هرگز برای خالی کردن خودت دیگری را لبریز نکن. هرگز در یک زمان دنبال 2 خرگوش ندو. هرگز فرصت کم را با سرعت زیاد جبران نکن. هرگز با مشت گره کرده نمیتوان به کسی دست داد. هرگز در حضور نفر 3 کسی را نصیحت نکن. هرگز بدون اطلاع قبلی به خانه و یا محل کار کسی نرو. هرگز برای کودکان اسباب بازی جنگی هدیه نبر. هرگز دریای آرام از کسی ناخدای قهرمان نمی سازد. هرگز نگذار آگاهی از عیب‌هایت تو را بترساند. هرگز نگرانی امروز مشکل فردا را حل نمی کند، فقط شادی امروزت را از بین می برد. هرگز از همسر کسی چه مثبت چه منفی صحبت نکن. هرگز با انسان وقیح و بی حیا بحث و جدل نکن، چون او چیزی برای از دست دادن ندارد. هرگز 3 نفر را در زندگیت فراموش نکن: کسی که در سختی ها رهایت کرد، کسی که در سختی ها یاریت کرد و کسی که در سختی ها گرفتارترت کرد. هرگز از کسی بت نساز، زیرا کوچکترین خطای او بزرگترین آسیب را به روح ما وارد خواهد کرد. هرگز از جلو به یک گاو، از عقب به یک خر و از هیچ سمتی به یک احمق نزدیک نشو. نادان را از هر طرف که بخوانید نادان است. آدرس موفقیت: بزرگراه توکل، بولوار آرامش، خیابان صبوری، میدان عمل، مجتمع انگیزه، واحد پشتکار، بلاک 114، منزل صداقت. و اما آدرس شکست: بزرگراه بدبینی، بولوار حقارت، خیابان توهم، میدان شعار، بنبست چه کنم، مجتمع یأس، طبقه زیر زمین، منزل فلاکت.